از بین این همه خطاها که وجود داره 3 تا اکبر الکبائر است. فرمود الاشراک بالله، شرک ورزیدن به الله. مثل بمب اتمه، اگر باشه دیگه هیچی نیست، همه چی پودر میشه، همه چی گاز میشه. اگر کسی مرتکب شرک بشه، حتی اگر پیغمبر باشه، تمام است کارش. 2 و عقوق الوالدین، بدرفتاری نسبت به پدر و مادر. 3 رسول صلی الله علیه و سلم تکیه داده بود، راست نشست و فرمود الا و قول الزور، الا و قول الزور، الا و قول الزور. فرمود آگاه باشید گواهی ناحق، آگاه باشید گواهی ناحق، گواهی ناحق.